ببین ایران چه نوابغی داشته که 800 سال پیش اینجوری تاریخ رو مشخص می‌کردن. برج رادکان توسط خواجه نصیرالدین طوسی، ریاضیدان و ستاره شناس بزرگ ایرانی طراحی شده و تنها برج جهانه که باهاش تغییر فصل‌ها، آغاز نوروز، اذان و تاریخ رو مشخص می‌کردن. این برج در 80 کیلومتری شهر مشهد، ارتفاع 35 متری و گنبد مخروطی داره و آرامگاه یکی از بزرگان ایلخانانه. اما نکته جالبش نحوه کارکردشه. همین الان دوبار بزن رو ویدیو تا نکته جالبش رو بگم و شگفت زدت کنم. این برج 12 تا دیوار خشتی داره که روی هر کدوم یک دریچه هست که با تابش خورشید بهشون میتونین زمان رو مشخص کنین. حتی درهای این برج محاسبه شده است، یعنی در شرقی در راستای طلوع یلدایی و آغاز زمستانه و در غربی در راستای آغاز تابستان. این برج یکی از مهمترین بناهای تاریخی ماست که سندی بر دانش بی‌نهایت ایرانیان در